برای دور سینه دست رو باز میکنیم، متر رو میندازیم دور سینه، رو خود خط سینه باید رد بشه، 2 تا انگشت فاصله، نه متر رو میکشیم نه شل میگیریم، میشه دور سینه. برای بلندی سینه گودی گردن تا نوک سینه میشه بلندی سینه. برای بلندی کمر از گودی تا خط بندی که بستیدین دور کمر. بعد برای کارور پشت 2 نقطه دوباره اتصال پشت میشه بلندی. برای کارور پشت بلندی پشتم که میخوام دوباره از استخوان تا بندی که بستیدیم دور کمر میشه بلندی پشت. فاصله سینه هم که میخوام بگیریم از فاصله 2 تا نوک سینه متر رو میذاریم میشه فاصله سینه. برای بلندی باسنم این خطی که بستیدیم تا این برآمدگی باسن میشه بلندی باسن که متر رو